من 2 متره من برادری قندم سم کنه من خیلی مهر محبت قتی باید سم کنه من جورا وطن باد و هوای وطن. سلام و درود بی پایان با مردم شریفی سربلند تاجیکستان و مردم تاجیکی که در مهاجرت مهنتی هستند، در غریبی هستند، در مسافر هستند. سلام خود را میرسانم خصوصا با خواهران و مادران که نهایت و هم زنگ میزنند مینویسند کامنتاری گپای خوب. سلام خود را با اون مادران میرسانم و سلام خود را با اون مادران و خواهران روبلیوفکا چقدر به من مهر و محبت کردن، چقدر مثال منتداری کردن. سلام خود را با زنان و مادران روبلیوفکا سلام خود را به شما میرسانم. آفرین مادران، آفرین خواهران عزیز که در غریبی مهنت کردین، در غریبی کار و فعالیت دارین که شما حقیقتا با بیتونه حرمت عزت کردین. سلام خود را میرسانم. امروز چی گفتنی هستم؟ امروز نوار کردنی هستم درباره پاولونی ها که چند مدت ما نوار نکرده بودم. وقتی که میبینیم پاولونی ها را، وقتی که میبینیم اینا چقدر نشأه و نما دارند، وقتم خوش میشه. مهنت شرف است، مهنت کردن در کار با بید مهنت میکنه. با همین سن سال هستم. حاضر من پاولونی را حاضر ما یک چین میکنیم. سال من این میره چین میکنه. البته اول کلانش چین میکنه برای رکلام کردن. من میره چین میکنه که چند متر شده. من اینجا 1 متره، من 2 متره. من برادری قندم دیدین من 2 متر شده، 2 متر. من دو اینش 1.5، من ایش 1، من ایش 50 سانتی متر. شما هم نشأه و نما یافته‌اید. شما هم همه آدما رو وقتش خوش میشه، وقتی که مهنت میکنین، وقتی که میبینین مهنت وقتت خوش میشه. برادرها خاطرتون کنم که وقتی که ما همینا را من خیلی میکنیم باید بکنیم اینا را. من اینا رو باید بکنیم. من چقدر کلان شده، من ایناش با کمتر مایده تر شده برای که همه اینا را نگاه بین کن در کار که حاضر من میگم خیلی من سعی وقتی که اینا را کندی همین سوال خودش کلان میشود. همین تنه یعنی پاولونیا کلانش در رفتن میگیره. چند قدر بخوایی پاولونیا M1 چقدر که بخوایی کلان میشود. اینا رو یک خواهش میکنیم که با این درجه که کلان میشه نه با من درجه من مایده باید باشه بکنی. من خیلی مایده باشه باید بکنیش. وقتی که کلان میشه ای نشأه و نما وقتی که میکنیش ای همین بیخی کندگی همین یک آب پیدا میشه، یک آب دیده گویا پیدا میشه. در میو امیر مخی مهر محبت کن در کار وای کندر چقدر با دلسوزی اینا رو نشأه و نما با ویا رساندن شد باید حرکت کنیم. آب دیده گویا میریزه. من خیلی چوستید میکنم. شما رو نمیدونم. باید در مایدکیش باید بکنیم. در مایدکیش باید بکنیم و شود نشأه و نما بیاد. خب حاضر ما یک چین میکنیم. مثال خیلی کنی چند سانتی متر شده. من این پاره با این پاره خیلی میگیریم. من نگاه کن. من نگاه که 51 سانتی متر. 51 سانتی متر. خب من ایشه میبینیم. من 50 سانتی متر. خلاصه او چین کرده بودیم تا 55 سانتی متر شدگی بود. نشأه و نما یافتگی بود. خب یک چیز دیگر خاطرتون میکنیم که وقتی که شمال میشود اینها میجنبند. شمال میشود ما یک چیز دیگر به شما گفت زنیم که میجنبند. برای که ما این را جفت کنیم. جفت کاریدنش خوبیش همیه که وقتی شمال میشه همدیگرش میقپن. نه که نشأه و نما یافتنش ده کدیمش که پس میمونه که پس میمونه دمینه برگمونه و این نشأه و نماش خوب نمیشه. هم یک پلوسوای داره هم یک مینوسوای داره. برادران قندم خیلی اینها را تو در دروش نباشی، تو مهنتش نبینی و قدر این نمیرسی. من یک چیز دیگه گفتنی هستم. منو برادرها همینجا ده مثال همین برگاره من خیلی برگاره باید ما خیلی کدومش که 2 متر شده مثال من خیلی دو تا سول وای میکنیم. ابرسکا میکنیم پرتیم که تو که سولش بقوت شود. وقتی که ما این ابرسکا میکنیم من بلندترم شود هیچ گونه نداره. برای که من اینجا با خودش هم خیلی خداوند آفریده که خودش من این چوش قاق شده سولش راست میشه. وای میکنه
شما به تشویش باشین بالاتر هم وای کنین زلا نداره نزدیکی بعد نگیرین که بیرون شود با وقتی شمال میشود من شمال میشه اینجا کواک میشوم من اینجا کواک میشود باید ما اینا رو سم کنیم گردی‌ها رو من خیلی بزنیم سم کنیم من خیلی مهر و محبت قتی باید سم کنیم من اینجا را من اینجا کواک شدگی باید شمال گردونده کواک شدگی باید سم کنیم بزنیم من خیلی که ایو اگر ورونکا شوه او اینجا بدره او بسیاری بعد نقض نمیبینم معیارش قتی دادن در کار باید سم کنیم بخکو هر یک درخت مهر و محبت قتی باید بکنیم من میاره خیلی مهر و محبت قتی سم کنیم بزنیم من خیلی زده خیلی زده چقدر مهنت کرده چقدر دلسوزی کرده باید کنیم باید انم خیلی بزنیم قرم تروش باید بزنیم خوب برادرانی قندم ای اسبابک‌ها هستن برای نگاه بینی پاولونی های ما بسیار نمای خوب داره یک چیز خاطر از اون کردن هستم که ظاهر صابیروف یکی از بلاگرای جوان بلاگرای بسیار دونا شعر ایجاد میکنن وای به من زنگ زد که بابی حاجی من بطره شعر ایجاد کردم امیر گفت یک رکلام که یا سایت زمان من شما خوش دارم برادر که مرا دستگیری کنه ظاهر صابیروفا تلفن خط فقط شناس شدگیم ولی سیلکش میمونم شعرش میمونم لایک یا پاتیسیاسیا یک خیا دستگیری کنه نخ یک شاگرد خیلی جوانا رو باید ما دستگیری کنیم جوانا که یگم چی ایجاد میکنن یگم چی میسازن یگم چی وای میکنن البته خدمتی باباشون میکنن نور دستگیری کردن در کار خب چی گفتنی هستم خاک وطن وقتی که ما رو میبرن با خانه اخیرت میسپرن چی میگن داملو خاک میگیرن کو خاک میگیرن کوف میکنن با میبرن میریزن در پیشک خاک وطن میگن ما از خاک پیدا شدیم در این خاک زندگی کردیم با این خاک میرویم با این خاک زنده میشیم با حساب کتاب میکنیم من همین قدر میفهمم خیلی با علماء چون میدونم خاک وطن باید به قدری خاک برسیم خاک بوی خاصی دارد خیلی که مادر بو میکشی مادر بوی دارد خاک وطن بوی دارد خاک وطن سرمه چشمه باید کنیم هر کس آرزو داره خاک وطن ما گودک بودیم مایدهک بودیم میرفتیم جو آبی صفا کدوم مرا میشناسن ولی در حق باباش هرگم میگن روزش میبیا بازی را ما میشینیم گام میزنیم برای فرزندا برای تمام زندگی ای نخونی پاتاتاری سره وقتی که این خاک میرفتیم ما لبی آبی صفا آبازی میکردیم کودک بودیم لایا میگرفتیم پال بیغری چشممون تمام میشکیدیم با آبی صفا آبازی میکردیم قماد خاکلوتک میکردیم ما از خاک شدگیم فراموش نکنیم چون بلند پروازی نکنیم ای خاک با خاک میریم با زنده میشویم خاک وطن مقدس است با خاک نان و آب وطن باید ما شکرانه کنیم ولی با چی گپا میزنیم در رقیب باش وقتی که مایده بودم یک خاطره ها دارم شما جوانا بسیار جوانا یا هیچ نمیدونه خاک قتی ما بازی کردگیم خاک قتی وقتی کودک بودیم یک کرته دراز داشتیم دیگه هیچی نداشتیم کرته دراز بود تو بجیلکمونه دیگه ازور دگیجا بود تورسی که مایکه دگیجا بود یا ازور تیک او یا می پوشیدیم مکتب میرفتیم ازور نبودیم کونیلیش خاک بازی میکردیم لای بازی میکردیم کلچهکا میکردیم خیلی بود رفتک چهکا میکردیم قنبورک میکردیم قنبور آبوشکو قنبورک میکردیم ای همه چیزی قزیقش میشوریدیم پیولاچه میکردیم کاساچه پیولاچه میکردیم توف میکردیم در این گوش میدیم میزدیم اولی همساله مرا گپ زدن شما یارو نمیدونین چیلی که دنگلی که قرین بازی میکردیم وطن باد و هوای وطن ای برادران قندم رشته سخن دراز نمیکنم سخن بسیاره بوی مادر میکنم اوچم خداوندا امرکاتون درست تنتون صحت معصوم سالم خوشی های زندگی نصیب روزی هممون بگردونه خدا مهاجرای مهنتی را غریبا را
خدایا خداوندو در پشت پناه اسمت خودت نگهبان باشی. یگانه جای بی خوف بی خطر پشت پناه در پشت پناه اسمت همه غریبا را، همه سفرکی‌ها را، همه مهاجرا را خدایا خداوند نگهبان باشی. عمر کارشون درست، تنشون صحت، مرشون سالم، خوشی های زندگی نصیب روزیشون بگردونه. کسانی که فرزندکای اینوالید دارن خدای خدا شفای کامل شده. کسانی که بخت میخوان بختای سفید نصیب روزشون. کدامی که زندگی خوب و گوارم باب زندگی به مراد و مقصد و آرزویی که دارن خدای شما رو برسونه. خدای خدا باز انجام کار، باز انجام مهاجرت مهنتی، باز مسافری، باز تنی ساعت مغز سالم سری بلند وقتی خوش پلای بسیار دلاری بسیار به وطن برگشتن نصیب روزتون بگردونه. وطن آباد کنیم، پاولونه بشونیم، کیرمک بکنیم، زمینا رو آباد کنیم، ادیرات بشونیم که چقدر باغ که چقدر کسلرات چقدر خوبه در پیش در خونه‌مون باید بشونیم. خدا نگهبانتون باشه برادران قند من، جوانان محترم، نواساکا و نبیرکای جان باباش زنده و سربلند و سلامت باشین. دوستان عزیز شعر بخشیده میشه برای بابای قندم. بابا جانی قندم نکدی تفندم، بابا جانی قندم نکدی تفندم، گفتی سکترایی که رکلامت کردم، گفتی سکترایی که رکلامت کردم. بابام شیده بلاگید ویدیو پرتافته یودر، بابام شیده بلاگید ویدیو پرتافته یودر. ای ویدیوش میگومه هج نمیکنه موسید، ای ویدیوش میگومه هج نمیکنه موسید. بابا جانم دیقانای اومده کی چقانای، بابا جانم دیقانای اومده کی چقانای. بابا ما میگم ببین ایقا میگم گاب دونای، بابا ما میگم ببین ایقا میگم گاب دونای. در دستکش کمانای بابام پهلوانای، در دستکش کمانای بابام پهلوانای. بابا جان ما ببینین رنگی رستمی دوستانای، بابا جان ما ببینین رنگی رستمی دوستانای. بابا جانی قندمه نکدی تفندمه، بابا جانی قندمه نکدی تفندمه، گفتی سکترایی که رکلامت کردمه، گفتی سکترایی که رکلامت کردمه. زنده باشین.